بریم به سراغ محاسبه عبارت تواندار. ترتیب انجام عملیات رو تو دوره دبستان آموختیم. با توجه به درس توان، ترتیب انجام دادن عملیات مختلف ریاضی به این صورت در میاد که حالا که توان داریم، توان میاد بین پرانتز و ضرب و تقسیم قرار میگیره. یعنی اولویتش از ضرب و تقسیم بیشتره، ولی اولویتش از پرانتز کمتره. همچنان پرانتز بالاترین اولویت رو داره. به کامل کردن مراحل محاسبه عبارت و همچنین ترتیب انجام عملیات و نحوه نوشتن راه حل توجه کنید. میخوایم این عبارت رو حساب کنیم. 2 ضرب در 4 به اضافه 10 تقسیم بر 9 به توان 2 منهای 5 به توان 2. برای صورتش ما یه ضرب داریم و یه جمع داریم. اول خب طبیعتا ضرب رو انجام میدیم دیگه. یعنی اینجا حالا من 2 رو بنویسم. اول این 2 ضرب در 4 رو انجام میدیم و حاصلش رو اینجا مینویسیم. میشه 8. و بعد حالا 8 رو با 10 جمع میکنیم میشه 18. بیایم پایینش هم ببینیم چه اتفاقی افتاده. اول میایم عبارت‌های تواندار رو حساب می‌کنیم. یعنی این تفریقه رو در نظر نمیگیریم. اول عبارت‌های تواندار 9 به توان 2 میشه 9 ضرب در 9 میشه 81. 5 به توان 2 میشه 5 ضرب در 5 میشه 25. حالا میایم اینا رو از هم دیگه کم می‌کنیم. 81 منهای 25 میشود 56. و خب همین 56 رو اینجا هم می‌نویسیم و حالا ساده می‌کنیم دیگه کسر رو دیگه. مثلا هر دوش رو تقسیم بر 2 می‌کنیم. این تقسیم بر 2 میشه 9، این تقسیم بر 2 میشود 28. بعد دیگه اینو دیگه نمیشه ساده تر کرد، بنابراین میشه 9 28 9. محاسبه های بعدی رو کامل کنید. خب حالا ببینیم اینا رو مثلا چجوری میشه حساب کرد. 2 ضرب در 3 به توان 2 منهای 2 به توان 2 به اضافه 2 مساوی است. و خب اول از همه بیایم این 3 به توان 2 رو حساب کنیم. 3 به توان 2 میشه 9. پرانتزها رو نگه می‌داریم. این منفی پشتش هم بذاریم. 2 به توان 2 به اضافه 2. 2 به توان 2 میشه 4 به اضافه 2 هم که خودش گذاشته. حالا بریم دوباره ضربا رو انجام بدیم. اول اینجا یه 2 ضرب در 9 داریم که میشه 18 و بعد داخل پرانتز رو انجام بدیم. پرانتز اولویت داره دیگه. 4 به اضافه 2 میشود 8 و 18 منهای 8 میشود 10. بعدی یه همچین عبارتیه. اول میایم عبارت داخل پرانتز رو انجام میدیم. 8 منهای 6 میشود 2 و پایین هم توانها رو انجام میدیم. 2 به توان 5 میشود 32 و 3 به توان 5 هم میشود 243. و حالا ادامه میدیم دیگه. حالا اگه ضرب و جمعی داشته ضرب و تقسیمی داشته باشیم انجام میدیم. 10 تقسیم بر 2 که میشه 5. 9 ضرب در 4 میشود 36 و حالا پایین جمعش هم میتونیم انجام بدیم دیگه. 32 با 243 میشود 5 275 و حالا صورت هم انجام میدیم. صورتش هم میشه 41 تقسیم بر 275. چون 41 عدد اولیه بنابراین این دیگه ساده تر هم نمیشه. حاصل عبارت ها رو به دست آورید. 2 به توان 5 به اضافه 3 به توان 2. خب اول سراغ توان ها میریم. 2 به توان 5 میشود 32. 3 به توان 2 میشود 9 و بعد این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم میشه 41. 2 به توان 5 که میشود 32 ضرب در 3 به توان 2 میشود 9 میشود 288. و بعدی هم باز دوباره توان ها اول انجام میدیم میشه 32 منهای 3 به توان 2 هم میشه 9. این میشود 23. بعدی باز دوباره توان داره. 2 به توان 5 رو اول انجام میدیم میشه 32 تقسیم بر 8 برابر با 4. بعدی یه دوم به توان 2 میشه یه 4 به اضافه 3 8. اگه مخرج مشترک بگیریم این 4 میشه 8. این یک هم میشه 2 بعد 2 با 3 میشه 5 و مخرجمون هم که 8 دیگه. 5 به توان 2 منهای 5 ضرب در 2. خب 5 به توان 2 رو اول حساب کنیم میشه 25 منهای 10 بعد ضرب رو حساب کنیم. بعد حالا تفریق رو حساب کنیم. 25 منهای 10 میشه 15. 5 دوم به توان 2 منهای 2 پنجم به توان 2. 5 دوم به توان 2 که میشه 25 چهارم منهای 4 25. گفتیم وقتی یه کسر داریم آبم این به توان
n که میرسه هم صورتش به توان n میرسه هم مخرجش به توان n میرسه. حالا اینو باید دیگه مخرج مشترک بگیریم دیگه. مخرج مشترکش مثلا میشه 100 و صورت این یکی میشود 625 منهای 4 ضرب در 4 که میشه 16 میشه 609. بعد یه دوم به اضافه یه دوم به توان 2. خب یه دوم اول رو داشته باشیم. یه دوم به توان 2 بعدی میشه یه چهارم به اضافه یه دوم به توان بعدی میشه یه هشتم. این برابر میشه با یه مخرج مشترک میگیریم 8. این اولیه که میشه 4 بعدی میشه 2 بعدی میشه 1 و این در نهایت میشه 7 هشتم. این یه مثال معروفیه که اینو فرض کنیم بخوایم ادامه بدیم. خب به عنوان یه سوال اضافه تر فرض کنیم که اینو همجوری ادامه بدیم. مثلا اینو اگه من به این شکل بنویسم یه چهارم به اضافه یه هشتم به اضافه یک 16. این برابر چند میشه؟ این اگه حساب بکنیم برابر با 15 16 میشه. میبینید قبلی برابر 7 هشتم شد، این یکی برابر 15 16 شد. حالا فرض کنید اینو تا بی‌نهایت ادامه بدیم، یعنی یه چهارم به اضافه یه هشتم به اضافه یه 16. اینو همینجوری ادامه بدیم. این برابر چند میشه به نظرتون؟ خب این احساسی که داریم میکنیم اینه که این داره به سمت یک میره دیگه و این باید برابر با یک بشه. حالا چرا؟ اولا که این چیزایی که داریم می‌نویسیم که مشخصه. الان شد 7 هشتم اولیش، بعد شد 15 16. اگه مثلا یه 1/32 هم بهش اضافه کنیم مثلا میشه 31/32. می‌بینید هی داره به یک نزدیکتر میشه. خب بنابراین همینجوری داریم می‌بینیم که هرچی بیشتر بهش اضافه کنیم به یک داره نزدیکتر میشه. ولی جورای دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. اولا که مثلا یه حالت در واقع شهودیشو من بخوام به شما بگم، فرض کنید یه کیک داریم، یه دومشو مثلا میخوریم، خب بعد یه چهارمش رو میخوریم، یعنی این تیکش رو میخوریم، بعد مثلا یه هشتمش رو میخوریم، یه هشتمش میشه اینقدرش دیگه، یه هشتم کله، اینا همش یه هشتم کله. خب بعد یه 16 رو میخوریم، بعد مثلا باز دوباره یک 32 رو میخوریم، بعد هی نصف و هی نصف. این کارو تا ابد ادامه بدیم این کل کیک رو خوردیم دیگه. اگه فرض کنیم این کارو تا ابد ادامه بدیم انگار که ما کل کیک رو خوردیم. بنابراین این حالت شهودیش هستش. حالت ریاضیاتی هم میشه اینو اثبات کرد. به چه صورت؟ فرض کنید که اسم عبارت رو من بذارم A. A یعنی چی باشه؟ این باشه یه دوم به اضافه یه چهارم به اضافه همینجوری الی آخر. این باشه A. خب تا بی‌نهایت هم رفته. بعد میام اینو دو برابرش کنم، یعنی 2A رو حساب کنم. 2A چی میشه؟ 2A میشه 1 به اضافه یه دوم به اضافه یه چهارم به اضافه فلان تا ابد. خب الان من اگه این دوتا رو از هم دیگه کم بکنم، خب این یه دومه رو که هر دوتاش داره، یه چهارمه رو هر دوتاش داره، یه هشتمه رو هر دوتاش داره، این الی آخر رو همش هر دوتاشون دارن. خب تنها چیزی که این داره، این دو ای داره و این ای نداره یکه دیگه. یعنی این ور از این ور کم بکنم، اینجا رو از اینجا کم بکنم، جوابی که برام باقی میمونه برابر با یکه و اگه این دو ای رو از ای کم بکنم چیزی که باقی میمونه ای دیگه. بنابراین این هم در واقع میشه یه جورایی اثبات ریاضیش. اینم به عنوان یه مسئله اضافه تر گفتم که تو ذهنتون باشه. مسئله بعدی گفته که 2 به توان 4 منهای 3 به توان 3 به اضافه 1 به توان 5. 2 به توان 4 رو حساب میکنیم که میشه 16 منهای 3 به توان 3 میشه 27 به اضافه 1 به توان 5 هم که میشه 1. اون رو حساب میکنیم میشه منهای 10. 5 به توان 1 که میشه 5، 1 به توان 5 میشه 1، 0 به توان 5 میشه 0. این میشه 6. کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ دلیل خود را توضیح دهید. خب این اولیه 3 به توان 3 به اضافه 2 به توان 2 مساوی شده با 2 به توان 2 به اضافه 3 به توان 2. نکته ای که هست اینه که توان خاصیت پخشی روی جمع و تفریق ندارد. یعنی ما اگه همچین چیزی داشته باشیم نمیتونیم بیایم این دوه رو روی این دوتا پخش بکنیم، این دوه رو روی این بزنیم و روی این بزنیم. چرا؟ الان نگاه کنیم مثلا این برابر نشده دیگه. این ورش شده 5 به توان 2 یعنی این ورش شده 25، اون ورش هم شده 4 به اضافه 9.
این دو تا واضحا برابر نیستن دیگه. رو جمع و تفریق حداقل نمیتونیم توان رو پخش کنیم. روی ضرب و تقسیم حالا میبینیم که چی میشه. بعدی 4 ضرب در 3 به توان 2 شده. 3 به توان 2 ضرب در 4 به توان 2. اینو بیاین یه چک بکنیم ببینیم چی میشه. 4 سه تا میشه 12 تا به توان 2. این ورش که میشه 144. این ورش چی میشه؟ این ورش میشه 9 ضرب در 16 که باز میشه 144. بنابراین میبینیم که توان روی ضرب خاصیت پخشی داره. یعنی الان این دو رو ما میتونیم بیاریم رو 3 و بیاریم رو 4. ولی تو جمع و تفریق نمیشد این کار رو انجام داد. بنابراین این درست بود، این درست بود و این یکی نادرست. بعدی 2 سوم به توان 2 شده 22 32. حالا نمیدونم این 22 از کجا اومده. این که میشه در واقع 4 نهم. میشه 4 نهم و با 22 32 منطقا برابر نیست دیگه. چرا اصلا 22 از کجا اومد؟ بعدی 5 ضرب در 6 به توان 2 مساوی است با 6 ضرب در 5 به توان 2. خب اینم برابر، اینم درست نیست دیگه. گفتیم که این دوه باید پخش بشه، یعنی این دوه هم توی پنجه میفته هم روی شیشه میفته. اگه شک دارید اینا رو حساب کنید. این میشه 6 ضرب در 5 به توان 2. اول داخل پرانتز رو انجام میدین چون گفتیم پرانتز اولویت داره. 6 ضرب در 5 میشود 30 به توان 2. این میشود 900. ولی اون طرف قضیه، اون طرف میشه 36 ضرب در 5 میشود 180. همونطور که میبینید این 900 نسبت به 180 یه 5 در واقع کم داره. 180 یه 5 کم داره. اینجا باید مینوشه 5 به توان 2 نه 5 خالی. بعدی 2 به توان 2 ضرب در 5 به توان 2 میشه 10 به توان 4. بیایم با هم دیگه ببینیم دیگه. 10 به توان 4 که میشه 10000. 2 به توان 2 میشه 4 ضرب در 25 و این میشه 100. در واقع این 4 غلط بود دیگه. این 4 رو باید مینوشت 2. 4 رو اگه 2 میکرد درست میشه. بنابراین این هم غلط هستش. و بعدی 2 به توان 3 ضرب در 2 به توان 4 میشه 2 به توان 7. درسته دیگه، چون نگاه کنید 2 به توان 3 یعنی چی؟ یعنی 3 تا 2. 2 به توان 4 یعنی چی؟ یعنی 4 تا 2. خب 4 تا 2 اینجا داشتیم، 3 تا 2 هم که اینجا داشتیم، بنابراین 7 تا 2 داریم دیگه. انگار 2 به توان 7 دیگه. بنابراین این درست. روش محاسبه را توضیح دهید. 2 به توان 8 به اضافه 8 به توان 2 شده این. خب منطقاً اول باید توان‌ها رو باز بکنیم دیگه. گفتیم که توان اولویت داره نسبت به جمع. بنابراین 2 به توان 8 رو باز می‌کنیم. اینجا میشه 8 تا 2 و 8 به توان 2 رو هم باز می‌کنیم میشه 8 ضرب در 8. حالا از اینجا به بعد دیگه مثلا میتونیم روش‌های مختلفی رو برای حل کردن این داشته باشیم. مثلا یه روشش اینه که اینا رو به دست بیاریم. این مثلا اولیه 2 به توان 8 میشه 256 به اضافه 8 ضرب در 8 هم میشه 64. و بعد اینو دیگه حساب کنیم دیگه. 4 با 6 که میشه 0، یکش میره بالا، 1 با 5 میشه 2 میشه 320. یه روش دیگهش مثلا میتونه این شکلی باشه. بگیم که این همین بالاییه هستش، این قسمتش یه 8 داره، این قسمتش هم یه 8 دیگه داره، ضرب داره 2 ضرب داره 2 هم اینم که میشه 4 به اضافه 8 ضرب داره 8. خب بعد بریم از 8 ضرب داره 8 فاکتور بگیریم. خب میخوام حسابش کنم که راحت تر باشید. مثلا میشه 64 ضرب داره 4 به اضافه 64 ضرب به اضافه 64 در واقع ضرب داره 1. من اینجا یه ضرب داره 1 اضافه میکنم. حالا میتونم از 64ش فاکتور بگیرم دیگه. میشه 64 در 1 به اضافه 4 میشه 64 ضرب داره 5 میشه 320. این هم یه روش دیگه مثلا برای محاسبهش که به جواب آخر برسیم. مانند نمونه عبارت‌های تواندار رو حساب کنیم. 2 به توان 3 مثلا میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 2 که میشه 8. خب این که ساده است. منفی 2 به توان 2 یعنی منفی 2 ضرب در منفی 2. خب منفی 2 ضرب در منفی 2 چون در واقع 2 بار تو خودش ضرب شده، منفیش از بین میره دیگه. خب گفتیم که منفی در منفی میشه مثبت، بنابراین میشه خود 4. منفی 2 به توان 3 میشه منفی 2 در منفی 2 در منفی 2. خب 2 ضرب در 2 ضرب در 2 که میشه 8. این که مشخصه، ما فقط میخوایم علامتش رو پیدا کنیم. سر علامتش که بحث داریم. علامتش
دو تا از این منفی ها که تو هم ضرب شن مثبت میشه، یه منفی دیگه که ضرب شه منفی میشه، بنابراین جواب نهایی ما میشه منفی 8. بعدی منفی 2 به توان 4 میشه منفی 2 در منفی 2. خب اینجا رو نگاه کنید، دو تا منفی که باشه میشه مثبت، سه تا منفی که باشه میشه منفی، دوباره یه منفی دیگه که باشه میشه مثبت، یعنی یکی در میون داره مثبت منفی میشه، بنابراین جواب ما میشه 16. پس حالا که منفی 2 به توان 5 رو داریم، اینجا میتونید حالا حساب کنید، میتونید از همون قاعده شروع کم کم استفاده کردن. چه قاعده ای؟ بگیم که منفی 2 اگر فرد بار تو خودش ضرب بشه میشه منفی، اگر زوج بار تو خودش ضرب بشه میشه مثبت. الان منفی 2 به توان 5، یعنی توانش فرده، بنابراین میشه منفی 32. تو اعداد مثبت که مشکلی نداشتیم دیگه، مثلا 2 به توان 5، 2 به توان 4، اینا همشون مثبت بود. خب الان ما داریم اعداد منفی رو بحث میکنیم که مثلا یه عدد منفی حالا مثلا به توان 5 برسه چی میشه. خب چون 5 بار تو خودش ضرب شده، بنابراین 5 تا منفی تو خودش ضرب بشه میشه منفی. در واقع سر این منفی و مثبت هست که بحث داریم. و بعدی هم منفی 2 به توان 6، چون زوج توانش بنابراین میشه 64، یعنی مثبت 64. با توجه به توانها و حاصل عبارتها چه نتیجه‌ای میگیری؟ نتیجه‌ای که میگیریم این هستش که اگر پایه منفی باشد، حاصل دو حالت پیش میاد: مثبت است اگر توان زوج باشد، منفی است اگر توان فرد باشد. سوال بعدی گفته عبارتهای زیر را حساب کنید. اینجا دیگه باید خیلی حواستون جمع باشه. منفی 2 به توان 3. خب منفی 2 به توان 3، دقت کنید گفتیم توان اولویت داره نسبت به جمع و تفریق. این منفی در واقع یه جور وارونه کردن، یه جور قرینه کردن، بنابراین این 2 به توان 3 برای ما اولویت داره. این میشه منفی 2، در واقع میشه منفی 2 ضرب در 2 ضرب در 2. بهتر بود که کتاب حالا این شکلی مینوشت. میشه منفی 2 ضرب در 2 ضرب در 2، بنابراین میشه منفی 8. یعنی حتی منفی 2 به توان 4 میشه منفی، اینجا با هم دیگه میبینیم دیگه، میشه منفی 16. ولی منفی 2 کلش به توان 4 میشه خود 16. حواستون به این نکته باشه که داریم چی کار انجام میدیم، گیج نشید سر این مسئله. منفی 2 به توان 3 فرق داره دیگه با قبلی. منفی 2 به توان 3 میشه منفی 2 ضرب در منفی 2 ضرب در منفی 2، یعنی 3 بار منفی 2 رو تو خودش ضرب کردیم. ولی وقتی می نویسیم منفی 2 به توان 3، 2 رو 3 بار تو خودش ضرب کردیم و اینجا نوشتیم و یه منفی پشتش گذاشتیم. یه منفی پشت همه اینا هستش. ولی وقتی منفی 2 به توان 3 رو می نویسیم اینجوری تو پرانتز، منفی 2 رو 3 بار تو خودش ضرب کردیم. ولی باز حالا جواب این هم میشه منفی 8. فرق توی توانای زوجه که متفاوت میشه، یعنی منفی 2 به توان 4 میشه منفی 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 که منفی 16. ولی منفی 2 به توان 4 میشه منفی 2 در منفی 2 در منفی 2 در منفی 2 که میشه خود 16. الگوی عددی زیر را کامل کنید. 2 به توان 6 شده 2 به توان 5، 2 به توان 4، 2 به توان 3، 2 به توان 2 و 2 به توان 1 و 2 به توان 3. همینجوری تواناش کم شده و این شده 64، 32، 16، 2 به توان 3 که میشه 8، بعد مثلا میشه 4، بعد میشه 2، بعد میشه 1. ارتباط بین عددهای تواندار و حاصل آنها را توضیح دهید. همشون تقسیم بر 2 شدن دیگه. اولا که اینا که حاصل همینان، یعنی این 2 به توان 6 شده 64 و 2 به توان 5 شده 32، اینا همشون حاصل هم دیگه، یعنی برابرن با هم دیگه. و همشون هم تقسیم بر 2 شدن دیگه. 2 به توان 6 تقسیم بر 2 شده 2 به توان 5، بعد تقسیم بر 2 شده تقسیم بر 2 شده و هی اینا تقسیم بر 2 شدن.
حداقل تو این پایینی‌ها مشخصه دیگه. 64 تقسیم بر 2 شده 32، این تقسیم بر 2 شده 16. بنابراین این بالایی هم تقسیم بر 2 شدن، چون همونان. 2.6 همون 64، 2.5 همون 32. خب اینا هی تقسیم بر 2 شدن. ولی نکته‌ای که حالا هست سر این 2/0. خب 2/0 رو چه عددی تعریف کنیم؟ خب بیاین همینجا قال قضیه رو بکنیم. یه عددی که داشته باشیم، الان اینجا همین 2/0 یعنی چی؟ یعنی 0 بار تو خودش ضرب کردیم، یعنی هیچی، یعنی توهی، اصلا انگار یه فضای توهی، اصلا این چی میشه؟ این اصلا جای سوال داره. یعنی چی 2 رو 0 بار تو خودش ضرب کردیم؟ معنی نداره دیگه. خب بنابراین یه ذره دچار ابهام میشیم ما اینجا سر 2/0. خب مشکل رو چجوری حل میکنیم؟ مشکل رو خیلی ساده حل میکنیم. میگیم توان رو که داشتیم تعریف میکردیم، مثلا میگفتیم آ به توان n هستش آ ضرب در آ ضرب در آ، همینجوری الی آخر میگفتیم n بار. خب این تعریفمون بود دیگه. میگیم اینو یه ضرب در یک هم تاش اضافه کن، یا حالا اولش فرق نداره دیگه، ضرب خاصیت جابجایی داره. یا یه دونه یک اول یا آخرش اضافه کن. بنابراین وقتی که ما می‌نویسیم آ به توان 0، فقط این یکه باقی میمونه. فقط این یکه باقی میمونه و این n بار آ همشون از بین میره دیگه. یعنی n اون که 0 بشه دیگه آی نداریم که تو این یک ضرب بشه، بنابراین میشه خود یک و اینجوری اون مشکل آ به توان 0 هم حل میشه. البته بگم این جورای مختلفی میشه اثبات کرد که اصلا چرا مثلا آ به توان 0 یک میشه، یا اصلا چرا دوست داریم که یک بشه. مثلا همین مثال نگاه کنید، ما 2 به توان 1 رو داریم که 2 میشه، حالا میخوایم تقسیم بر 2 کنیم، یعنی یه دونه از توانش کم بکنیم. از توانش داره هی یه دونه کم میشه دیگه. خب یه دونه که از توان 2 به توان 1 کم بکنیم میشه 2 به توان 0. خب 2 به توان 1 رو میدونیم 2، ولی 2 به توان 0 رو نمیدونیم چنده. خب 2/0 هم منطقا باید برابر با همین یکه باشه دیگه، چون 2/1 با 2 برابره. 2/0 هم باید با همین یکه برابر باشه، چون هر دوشون تقسیم بر 2 شده. بنابراین مثلا می‌بینید که تو این مثال هم ما دوست داریم که 2/0 یک بشه، مثلا 0 نشه، مثلا تعریف نشده نباشه. خب دوست داریم که 2/0 یک باشه، بنابراین میایم اونو برابر یک تعریف می‌کنیم و قواعدمون هم اینو تایید میکنه. حالا قواعدی که در آینده با هم دیگه می‌بینیم. کار در کلاس گفته که حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. -3 به توان 2 میشه -9. -5 به توان 2 میشود -5 در -5 میشه 25. -1 به توان 5 میشه -1. 1 به توان 5 میرسه میشه 1، این منفی هم که پشتش هست. -1 به توان 5 بازم میشه -1. -1 به توان 4 میشه 1، چون توانش زوجه دیگه، توانش که زوجه بنابراین علامت عددمون مثبت میشه. -1 به توان 4 میشه -1. گفتیم کاری اصلا به این منفی نداریم، اول توانه رو حساب میکنیم. 1 به توان 4 که میشه 1، این منفی رو میاریم پشتش میذاریم. 7 به توان 0 میشود 1. هر عددی کلا به توان 0 میشه 1 به جز خود 0، یعنی آمون باید مخالف 0 باشه. بچه کلا 0 به توان 0 تعریف نشده است، این تعریف نشده است. 2/7 به توان 0 بازم میشه 1. -9 به توان 0 بازم میشه 1. 0 به توان 5 که میشه 0. 1 به توان 0 میشود 1. 4 به اضافه 2 به توان 0 یعنی 4 به اضافه 1 میشود 5. اینم حواستون باشه ما یه موقع 0 رو به توان n میرسونیم میشه 0، یه موقع a رو به توان 0 میرسونیم میشه 1. اینم حواستون باشه اینا رو با هم قاطی نکنیم. -1 به توان 5 میشه -1. 2 به توان 3 میشه 8. -2 به توان 3 میشود -8، یه منفی پشتش میاد. 5 به توان 0 هم که میشه 1. در جای خالی علامت‌های کمتر بیشتر مساوی بذارید. 2 به توان 0 که 1 2 به توان 1 2، بنابراین این بزرگتره. 7 به توان 0 1، 7 به توان 1 7، بنابراین این بزرگتره. 3 پنجم به توان 2 میشود 9 25. 2 به توان 0 هم که میشه 1. خب 1 بزرگتره دیگه. -2 و -2 به توان 1، این که -2 به توان 1 هم که خود -2، بنابراین اینا با هم برابره. گفتیم هر عددی به توان خودش میشه خودش دیگه.
کدام درست و کدام نادرست است، علت نادرستی را توضیح دهید. اینا رو همه رو همیشه محاسبه کرد و نشون داد که با هم دیگه برابر نیستن. همیشه از اون قواعد گفت که چرا برابرن، برابر نیستن. مثلا اینجا 3 به اضافه 2 به توان 0 میشه 1. هر چیزی به توان 0 میشه 1. 2 به توان 0 میشه 1. 3 به توان 0 هم میشه 1. این دو تا با هم دیگه برابر نیستن دیگه، بنابراین این اشتباهه. بعدی 2 1 دوم به توان 0 که میشه 1 منفی 1 دوم به توان 2 میشود 1 چهارم. خب 1 از 1 چهارم بیشتره دیگه، درست؟ یه چیزی به توان 0 که میشه 1، یه چیزی به توان 0 میشه 1. 1 به اضافه 1 بیشتر از 1. خب اینم درسته دیگه. 4 به اضافه 2 به توان 0 مساوی شده است با 6. 2 به توان 0 حواستون باشه 1. الان با هم دیگه دیدیم 2 به توان 0 1. 4 به اضافه 2 میشه 5. 5 با 6 برابر نیست، بنابراین این اشتباهه. و بعدی 2 به توان 0 به اضافه 3 به توان 0 به اضافه 5 به توان 0 شده 1. خب این که 1، این 1، این 1، 3 تا 1 با هم دیگه جمع شدن 1. خب این غلطه دیگه. 4 به توان 0 کمتر از منفی 2 به توان 2. 4 به توان 0 که میشه 1 منفی 2 به توان 2 میشه 4. 4 از 1 بیشتره دیگه، این درست. حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. 2 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 4 ضرب در 10 به توان 2 به اضافه 7 ضرب در 10 به توان 1 به اضافه 2 ضرب در 10 به توان 0. خب این اولیه که میشه 2000 به اضافه 4 ضرب در 10 به توان 2، من دیگه یه دفعه می‌نویسم، میشه 400. 10 به توان 1 که میشه 10، یعنی میشه 70 به اضافه 2، یعنی 2472. 5 ضرب در 10 به توان 3 میشه 5000 به اضافه 0 ضرب در 10 به توان 2 میشه به اضافه 0. 0 تو هر عددی ضرب شه میشه 0 دیگه. 1 ضرب در 10 به توان 1 یعنی 10. 9 ضرب در 10 به توان 3. 10 به توان 0 که 1، بنابراین میشه 9. جواب میشه 5019. داریم گسترده نویسی عدد رو یاد میگیریم که چجوری یک عدد رو به صورت با اعداد تواندار گسترده بنویسیم. قبلا این کارو میکردیم، یعنی 4000 مثلا 2472 رو مینوشتیم 2 به اضافه 70 به اضافه 400 به اضافه 2000. خب حالا داریم یاد میگیریم که چجوری اینو با کمک اعداد تواندار بنویسیم. مثلا اولی رو بنویسیم 2 ضرب در 10 به توان 3، بعدی رو بنویسیم 4 ضرب در 10 به توان 2، بعدی رو بنویسیم 7 ضرب در 10 به توان 1. در واقع به تعداد صفرها داریم توان میذاریم. مثلا اینجا 70 داریم میشه 7 ضرب در 10 به توان 1. 400 میشه 4 ضرب در 10 به توان 2. کلا هر عددی رو در نظر بگیریم، مثلا یه عدد دیگه مثلا 6000. خب این هست 6 ضرب در 1000. خب و بعد خود 1000 رو میتونیم به شکل 10 به 10000 در 10000 در 10 بنویسیم دیگه. و بعد 10000 در 10000 در 10 میشه 6 ضرب در 10 به توان 3. بنابراین این 3 که اینجا اومد همون تعداد صفرهایی بود که اینجا داشتیم. اینجا 3 تا صفر داشتیم دیگه. این 3 تا صفر اومد این بالا و تو توانش قرار گرفت. ما همه این مراحل رو دیگه به صورت ساده شده اینجا نوشتیم. با توجه به تمرین‌های بالا عددهای زیر را به صورت گسترده و سپس به صورت توانی نمایش دهید. 4235 رو اول گسترده می‌نویسیم، بعد اینو می‌نویسیم به شکل 4 ضرب در 10 به توان 3، این میشه 2 ضرب در 10 به توان 2 به اضافه 3 ضرب در 10 به توان 1 به اضافه 5 ضرب در 10 به توان 0. بعدی میشه 9000 به اضافه 200 به اضافه 0 به اضافه 7 میشه 9 ضرب در 10 به توان 3 به اضافه 2 ضرب در 10 به توان 2 به اضافه 0 ضرب در 10 به توان 1 به اضافه 7 ضرب در 10 به توان 0. حالا به نظرم اینو ننوشتیم هم ننوشتیم، خیلی مهم نیست چون صفر دیگه. به جای n عددهای 1 تا 5 را قرار دهید و دو عبارت 4 به توان n و n به توان 4 را با هم مقایسه کنید. برای محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید. n رو فرض کنید که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 باشه. می‌خوایم 4 به توان n رو حساب کنیم، یه بارم می‌خوایم n به توان 4 رو حساب کنیم. 4 به توان n یعنی 4 به توان 1 میشه 4. 4 به توان 2 یعنی 4 ضرب در 4 میشه 16.
4 به توان 3 میشه 64. 4 به توان 4 میشه 256 و 4 به توان 5 هم میشه 1024. اما بریم سراغ m به توان 4. 1 به توان 4 که میشه 1. 2 به توان 4 میشود 16. 3 به توان 4 میشود 81. 4 به توان 4 میشود 256 و 5 به توان 4 هم میشود 625. پس همونطور که میبینید با هم دیگه متفاوت هستن. حالا یه جاهایی با هم دیگه برابر شدن ولی به طور کلی اینا با هم دیگه فرق دارن دیگه. 4 به توان n با n به توان 4 متفاوته. حالا گفته برای n مساوی 10 کدام یک بزرگتر از دیگری است. اینا اگه 10 قرار بدیم چه اتفاقی میفته؟ بیاین نگاه کنیم. اینا اگه 10 قرار بدیم این میشود اولیش که 4 به توان n، اگه n رو در واقع مساوی 10 قرار بدیم اولیه میشه این، میشه 4 ضرب در 4 ضرب در تا 4، یعنی میشه 10 تا 4. خب اما اون یکی که 10 به توان 4 میشه 10 ضرب در 10 ضرب در 10 ضرب در 10. به نظرتون کدوم از اینا بزرگتره؟ خب این اولیه که در واقع 10 تا 4 داریم، ما دو تا 4 رو نگاه کنیم. دو تا اگه نگاه بکنیم این 4 ضرب در 4 میشه 16، این میشه 16 و در نهایت این همچین چیزی میشه 16 ضرب در 16 ضرب در 16 ضرب در 16 ضرب در 16. 5 تا 16 به وجود میاد. 5 تا 16 که تو هم ضرب شده منطقاً از 4 تا 10 بیشترن دیگه. بنابراین 4 به توان n بزرگتر خواهد بود از n به توان 4 برای n های بزرگتر از 10، یا حالا برای n خود 10. n اگه خود 10 باشه حداقل این اتفاق میفته. در صورت چیزی که مسلمه اینه که هر دوتاشون صعود خیلی زیادی دارن، یعنی دارن به شدت دارن زیاد میشن. ولی 4 به توان n از یه جایی به بعد سرعتش خیلی بیشتر میشه دیگه، چون هر دفعه 4 تا 4 تا داره اضافه میشه بهش. ولی n به توان 4 نمیتونه با اون سرعت افزایش پیدا کنه دیگه، چون n مون همش 4 تاست، یعنی 4 تا n که تو هم ضرب میشه. حالا چه مثلا 4 تا 10 تا، 4 تا 20 تا، 4 تا 30 تا، ولی 4 به توان n هی هر دفعه داره یه 4 جدید بهش اضافه میشه. بنابراین سرعت رشدش بیشتر هستش از یه جایی به بعد. در بعضی از ماشین حساب‌ها از کلید توان به صورت زیر استفاده می‌شود. برای مثال 2 به توان 3 به صورت زیر محاسبه می‌شود. حالا شما عددهای مختلف رو در ماشین حساب وارد و حاصل آنها را ملاحظه کنید. چه راه دیگری برای پیدا کردن جواب 2 به توان 3 وجود دارد؟ بچه‌ها کلا ماشین حساب‌ها، مثلا ماشین حساب‌های مهندسی همچین علامتی رو داره مثل توان. خب یعنی شما اگه می‌خواید مثلا بنویسید تو ماشین حساب 3 رو بزنید، بعد این علامت رو بزنید، بعد مثلا 4 رو بزنید. خب بهتون میگه که مثلا میشه 81. حالا این علامتی که اینجا گذاشتم حالا شاید تو بعضی ماشین حسابا باشه، نمیدونم، ولی علامتی که تو ماشین حسابای مهندسی هستش این همچین علامتیه. تو مثلا پایتون هم اگه شما برنامه‌نویسی کرده باشید و دیده باشید میبینید که تو پایتون مثلا واسه یه توان از یک همچین علامتی استفاده میشه، از دو تا ضرب استفاده میشه. یعنی شما اگه بنویسید 3 یه همچین چیزی 4، اینو بهتون در واقع 81 بهتون میده. ولی کلا تو کامپیوتر نماد توان و حالا تو ماشین حساب اینه، در واقع از یه همچین شکلی استفاده میکنن. و سوال آخر گفته حاصل عبارت‌ها رو به ازای عددهای داده شده به دست آورید. آ به توان 2 منهای ب به توان 2 به اضافه آب. آ رو منفی 2 بزنیم، ب رو 2 بزنیم. خب ببینیم چی میشه. میشه منفی 2 به توان 2. بیاین جایگذاری کنیم اول منهای 2 به توان 2 به اضافه منهای 2 در 2. اولی که منهای 2 به توان 2 که میشود 4 منهای 2 به توان 2 که میشه 4 به اضافه منفی 2 در 2 که میشود منفی 4. بنابراین میشه 4 منهای 4 که 0 میشه این منهای 4 باقی میمونه دیگه. بعدی آ به توان 3 منهای 2 تا ب 2 به اضافه آ 2 ب. آ رو 1 بزنیم. آ رو 1 که بذاریم انگار همش از بین میره دیگه، یعنی یه جورایی این اولیه که میشه 1، آ به توان 3 که میشه 1،
منهای 2/2 رو بذاریم، اینو بذاریم باشه و A2 باز دوباره میشه 1، انگار ضریب 1 خورده دیگه. این میشود به اضافه -2. منظورم رو بذارید اینجا بنویسم. این در واقع این عبارت اگه آمون 1 باشه تبدیل میشه به 1 منهای 2/2 به اضافه ب. در واقع به یه همچین چیزی تبدیل میشه دیگه وقتی آ رو 1 بذاریم. و این رو دیگه حساب کنیم دیگه. -2 به توان 2 که میشه 4 میشه 1 منهای 2 ضرب در 4 به منهای 2. 2 ضرب در 4 که میشه 8 منهای 8 منهای 2 میشه منهای 10. یه دونه 1 داریم میشه منهای 9 و این هم میشه حاصل آخری. این بخش هم به پایان رسید. در بخش بعدی به سراغ ساده کردن عبارت‌های تواندار میریم و یه سری از قواعد دیگر اعداد تواندار رو با هم دیگه یاد میگیریم.